امید و آرزوی خود من یک تن آموزگار جوان از آن عبارت بود که یک مرتبه پیشوای معظم ملت را از نزدیک ببینم. برای ما جوانان شرف بزرگ است که ما استقلالیت کامل ملت را داریم. حالا در جهان 1.2 میلیارد نفر جوانان از 15 تا 24 ساله زندگی میکنند که 16% اهالی جهان را تشکیل میدهند. در جمهوری تاجیکستان باشد 70% اهالی کشور را جوانان تا سن 35 ساله تشکیل میدهد. ما افتخار داریم که جوانانمان نسبت به وطن مهر و محبت صمیمی دارند. وطن را صدقاً دوست می‌دارند. تاجیکستان همچنین یک دولت تشابه‌کار در سطح آب و اقلیم فعالیت کرده ایستاده است که به واسطه توجه پیشوای ملت و زحمت و تلاش‌های عالمان، خصوصاً عالمان جوان دوران استقلالیت است. در ولایت ختلان تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیده. تا کنون شماره مؤسسه‌های عالی به 7 عدد رسیده است که در آنها 44540 نفر دانشجو تحصیل می‌نمایند. یکی از نوع واسه و دیگر از شهر کلوب و گرفتن شاه جایزه در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است مشرف گردیدند. زیاد گردیدن مبلغ‌ها نیز این توجه به جوانان و اینچنین دستگیری جوانان از جهت مادی و مالیوی میباشد. این امکان میدهد به عالمان جوان خاصتا به نسل نوروز که در عمل به پیوسته به آموزش علم مشغول شوند. در ولایت ختلان امروزها فعالیت نمودن متخصصان جوان در تمام ساختارهای دولتی به مشاهده میرسد. امروز جوانان نه تنها در ارتش بلکه در دیگر ساختارهای دولتی مقامات حفظ حقوق، امنیت، علم، تکنولوژیا، اقتصاد و فرهنگ نیز سهم نظررس دارند. در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان جوانان تنها ادای وظیفه حربی را اجرا نمی‌کنند. از شهر نوی ولایت ختلان مردگان جمع آمدند با دستگیری خودی رئیس ولایت ختلان محترم دولت سعید با قسم‌های نظامی که فرزندانشون در آن قسم‌های نظامی ادای خدمت می‌نماید از شرط و شرایط شناسایی پیدا نمودند. ورزشکاران ولایت ختلان توانستند تا سال 2025 3665 مدال به دست آورند که نسبت به سال 2022 439 عدد زیاد است. سامان محمد بکرов همزمان تیمور رحیمов از رشته جودو و دولت بود طایفه رشته بوکس توانستند که در بازی‌های المپیک شرکت ورزیده سزاوار جای‌های یعنی مدال برنجی گردند. در وزن 52 کیلوگرم تاجیکستان را معرفی نمودم و سزاوار مدال برنجی گشتم. این روزها در حدود ولایت ختلان 40 مکتب ورزشی فعالیت می‌نمایند. شرف وطن عزیزمان و بیرق تاجیکستان را در جای اول بلند برداریم. این مدال رو به دست آوردم. من به خود گفتم که من اولین دانشجو شدم که در اینجا مدال برنجی رو به دست آوردم، چون که در بین کلانسال‌ها این غیر امکان است که مدال گرفتن در چنین مسابقه‌های بین‌المللی. من از شادی زیاد رفته پدر خود را آغوش کردم. ما افتخار داریم که جوانانمان نسبت به وطن مهر و محبت صمیمی دارند. وطن را صدقاً دوست می‌دارند. به ارزش‌ها و مقدسات ملی ارج می‌گذارند. اراده مستحکم دارند و سیاست پیشگرفته دولت و حکومت مملکت را با حس بلند ملی و احساس خودشناسی و خودآگاهی دستگیری می‌کنند. ما از جوانان کشور امید بزرگ داریم. تشبس‌های سازنده‌شان را من بعد نیز همه‌جانبه دستگیری می‌کنیم و از فعالیت آنها به خاطر رشد و تحکیم دولتداری ملی همیشه قدردانی می‌نماییم. حکومت کشور با مقصد حل مشکلات جوانان راه اندازی تدبیرهای عملی وابسته به تقویت فعالیت آنها در جامعه، تامین کردن اشتراک فعال جوانان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی در نهاد هر یک نماینده نسل امروزه دوره به دوره اقدامات مشخص را عملی می‌گرداند. تطبیق با ثمر سیاست دولتی جوانان از روزهای اول صاحب استقلالی کشور زیر توجه به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قرار دارد و از این قشر جامعه همچون نیروی تشبسکار، مسئولیت شناس و قوه پیشبر پیوسته نام برده می شود. در ولایت ختلان امروزها فعالیت نمودن متخصصان جوان در تمام ساختارهای دولتی به مشاهده می رسد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد تفکر ملی جوانان و پیشرفت آنها در همه ساحه‌ها تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است.
سهم جوانان در رشد سیاست، اقتصاد و سودا، علم و معارف، فرهنگ و ساحه‌های اجتماعی سیاست دولت و حکومت بر اعلی احساس می‌گردد. طبق اطلاع حالا در جهان 1.2 میلیارد نفر جوانان از 15 تا 24 ساله زندگی می‌کنند که 16% اهالی جهان را تشکیل می‌دهند. در جمهوری تاجیکستان باشد 70% اهالی کشور را جوانان تا سن 35 ساله تشکیل می‌دهد که این از نیروی بزرگ اجتماعی بودن جوانان در جامعه ما شهادت می‌دهد. همزمان در مملکت از شماره عمومی کارمندان 61% آن جوانانند که این نشان دهنده در خدمت دولتی 49% میباشد. طبق اطلاع شماره جوانان در ولایت ختلان 1,098,395 نفر بوده 29% اهالی ولایت را تشکیل می‌نماید. پیشوای ملت ضمن پیام نوبتیشان ابراز داشتند که ما من بعد نیز با جوانان همچون نیروی با اعتماد و تکیهگاه استوار توجه خواهیم کرد، زیرا آینده ملت و دولت از آنها وابسته است. پیشوای معظم ملت پیوسته با جوانان، زیاییان، خصوصا علمان جوان ملاقات و واخوری‌ها میکنند. در ملاقات و واخوری‌ها پیوسته تاکید می‌نماید که ما باید با علم و دانش‌های زمان معاصر مسلح باشیم. ما توانیم که زبان تکنولوژی را توانیم و هم علمی تاجیک را در عرصه بین‌المللی معرفی کرده توانیم. تحت سیاست بی‌واسطه پیشوای معظم ملت امروز ساحه علم خصوصا جوانان با یک قطار دستگیری حکومت جمهوری اسلامی سرفراز گردیده ایستادند. خصوصا تشکیل استیپندیاهای پرزیدنت، رئیس ولایت، رئیس شهر و دیگر استیپندیاهای نامی که امروز در جمهوری اسلامی عمل کرده می شود. امروز جایزه ها برای علمان جوان خصوصا جایزه اسماعیل سامانی و دیگر جایزه هایی که حکومت جمهوری اسلامی مقرر کرده شده است وابسته به خصوصا علمان جوان، این یک دستگیری بسیار هم کلان است. راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تشبث و پیشنهادهای سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده برای عملی گردیدن آنها امکانیت فراهم می‌آورد. از این لحاظ نسل جوان را ضرور است که جواباً به این همه غمخوری‌ها تمام سعی و تلاش خویش را به دانش‌اندوزی، انتخاب کسب و هنرهای معاصر، آبادی و پیشرفت سرزمین اجدادی، حمایت وطن، رشد علم و تکنیک و بنیادکاری روانه سازند. امتیازهایی که از جانب حکومت جمهوری اسلامی مقرر گردیده است، این هم باشد کوتای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان و استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان که امروز در سراسر ولایت ختلان، در حدود ولایت ختلان 1200 نفر جوانان لیاقتمند و این استیپندیا مشرف می‌گردند و باعث افتخار است که در سال 2024 دو نفر گیرنده استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان از ولایت ختلان، یکی از ناحیه واسه و دیگر از شهر کولوب و گرفتن شاه جایزه در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است مشرف گردیدند و چنین آزمون ها و چنین اقدام ها که پیوسته از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی می‌گردد برای رشد و انکشاف و صیقل دادن دانش نسل نو است یک زمینه خوب می‌گذارد. جوانان وطن دوست ما من بعد نیز با حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی، زیرکی سیاسی، جهانبینی وسیع، معرفت حقوقی و سعی و تلاش سازنده و بنیادکارانه برای آبادی کشور و باز هم بلند برداشتن نفوذ و آبروی تاجیکستان عزیزمان در عرصه بین المللی تلاش نموده در تحکیم پایه‌های استقلال دولتی و دولتداری نوین تاجیکان سهمی ارزنده می‌گذارند. جوانان ما با حس بلند مسئولیت وطنداری و وطن دوستی فعالیت خود را در تمام سمت‌ها جانانه برآموندند و محض توجه پیشوای معظم ملت است و نسل آینده ساز وطن که امروز جوانان ما در تمام دنیا تحصیل علم میکنند و محض این دستگیری ها ما جوانان را وادار می سازد که برای فعالیت خود را در سمت‌هایی که انتخاب کرده ایم با یک حس بلندی وطن دوستی به انجام برسانیم. واقعا هم امروز تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت جوانان ما یکی از جوانان خوشبخت‌ترین دوران صاحب استقلال هستند، زیرا اون شرایط، اون دستگیری و اون توجهی که
پیشوای معظم ملت برای ما جوانان مهیا کردند، این ما جوانان را باز هم وادار می سازد که بیشتر از پیشتر این وطن را دوست داریم، این وطن را حفظ نماییم و تاریخ و تمدن و فرهنگ پرغناوت او را احترام بگذاریم. برای ما جوانان شرف بزرگ است که ما استقلالیت کامل ملت را داریم، وحدت کامل ملت را داریم و این فضا را هر یکی ما باید دوست بداریم، حفظش نماییم و ارج بگذاریم. با مقصد بلند برداشتن مقام و منزلت جوانان در جامعه و بهتر نمودن وضع اجتماعی آنها، یک قطار سندهای معیاری حقوقی و برنامه‌های دولتی قبول کرده شدند که هر یکی آن در حیات جوانان کشور ما نقش سازنده دارند. در دایره قانون و برنامه‌های صاحبی سمت تربیت و تندرستی شهروندان در ولایت ختلون، امروز ریاست کور جانبخش ولایت ختلون در بین جوانان و ابرسان ولایت ختلون بر چاره‌بینی‌های گوناگون حربی ورزشی برگزار می‌نماید و برای بیدار نمودن حس بلندی و تندرستی و افتخار ملی و هویت ملی نوجوانان جوان رو بیدار نمودن چاره‌بینی‌های مختلفی و تندرستی رو برگزار می‌نماید. میان خوانندگان صنف‌های 10 و 11 چاره‌بینی و تن‌پرور که در جایگی با کمیسریت حربی و نهادهای در این سمت داخلدار برگزار کرده شده است. جوانان در سیاست، اقتصاد، معارف، فرهنگ و ساحه اجتماعی فعالانه اشتراک نموده به پیشرفت و شکوفایی جامعه مساعدت می‌نمایند. نیرو، استعداد و تلاش آنها برای تغییرات در تشکل سیمای معاصر تاجیکستان و جایگاه آن در جامعه جهانی نقش کلیدی دارد. سالهای آخر جوانان ما با علم آموزی از خودکونی دانش‌های نو و آموختن کسب و هنرهای زمانوی با شوق و ذوق بیشتر روی آوردند که این البته پدیده نیک و امیدوار کننده می باشد. علاوه بر صدها هزار جوانی که در مؤسسه‌های تحصیلات عالی داخل کشور تحصیل کرده ایستادند، بیش از 40,000 فرزندان تاجیکستان حالا در بهترین مکتب‌های عالی خارجی علم و دانش و کسب و هنر می‌آموزند و بعد ختم تحصیل برای پیشرفت و آبادی وطن خود سهم خواهند گذاشت. وقت ثابت ساخته ایستاده است که کسی علم و دانش و کسب و هنر دارد، زبانهای خارجی را می‌داند، در زندگی هرگز خوار نمی‌گردد و به هیچ کسی محتاج نمی‌شود. برای به تحصیل فرا گرفتن جوانان در ولایت ختلان تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیده. تا کنون شماره مؤسسه‌های عالی به 7 عدد رسیده است که در آنها 44540 نفر دانشجو تحصیل می‌نمایند. همزمان 31091 نفر در کالج‌ها، 4690 نفر در لیسه‌های کسبی تکنیکی به تحصیل فرا گرفته شدند که در مجموع 80321 نفر محصلین جوان را در بر می‌گیرد. با شرافت صاحب استقلالی و سیاست جوانپرورانه پیشوای معظم ملت در ولایت ختلان تعداد گیرندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 1200 نفر را تشکیل می‌دهد. خیلی شعر میگوید علمی که در آن عمل نباشد جز البده و جدل نباشد. علمت به عمل چیار گردد قدری تو که هزار گردد. و امروز ما آن علمی که از خود نمودیم ما آن رو ضرور است که به نسل نورس آموزانیم، چون که دولت ما من بعد هم پیشرفت کند، من بعد هم رشد کند. همه دستگیرها از قبیل برگزاری آزمون‌های جمهوریوی، گیرندگان استیپندیاهای شهری، استیپندیاهای ولایتی، استیپندیاهای جمهوریوی در عمل تطبیق نموده ایستاده است و سال از سال ما می‌بینیم که مبلغ‌های پولی گیرندگان استیپندیاها زیاد شده ایستاده است و در سال 2025 همون جایزه آزمون‌های سطح جمهوریوی 100% بلند برداشته شد که این امکان می‌دهد به عالمان جوان خاصتا به نسل نورس که در عمل پیوسته به آموزش علم مشغول شوند. دولت و جامعه اهمیت دستگیری جوانان و فراهم آوردن شرایط را برای اشتراک فعالانه آنها در تشکل آینده کشور اعتراف می‌کند و همیشه در پی دستگیری تشبس‌های آنها حرکت می‌نماید. جوانان تاجیکستان رشد دهنده میراث فرهنگی کشور می‌باشند. رسامان، نوازندگان، هنرمندان و نویسندگان جوان در رشد فرهنگ و صنعت سهم می‌گذارند. محض توجه حکومت کشور تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت
نسبت به جوانان خیلی هم نظررس است، زیرا ما میبینیم جوانان ما در تمام نهادها به حیث راهبر تعیین شدند و این هم ثمره بزرگی همون خدمت‌های پیشوای معظم ملت است که تمام شرایط را، فضا را برای تعلیم علم گرفتن تمام جوانان راهنمون ساخت و این ثمره زحمت‌های پیشوای معظم ملت است و ما افتخار میکنیم که تحت دستگیری‌ها و غمخواری‌های پیشوای معظم ملت در مؤسسه، در کارگاه به حیث راهبر فعالیت میکنیم. دستگیری‌های روزافزون دولت و حکومت کشور است که عالمان و دانشجویان جوان فعالانه به تحقیقات علمی مشغولند. تکنولوژی‌های نو و راه‌های حل مشکلات مرکب را تهیه می‌کنند. حالا در ولایت ختلان 309 نفر عالم جوان با براه ماندن کارهای علمی به دستاوردهای نظررس نائل شدند. از دوره صاحب استقلال گشتن جمهوری تاجیکستان تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، ساحه علم و معارف یکی از ساحه‌های کلیدی حکومت جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته است. چون که ما میدونیم که ساحه علم و معارف یگانه ساحه میباشند که برای آماده نمودن شخصیت و بعض انسانی یک زمینه خوب هم میگذارند. البته پیوسته پیشوای معظم ملت وابسته به رشد معارف، وابسته به رشد علم، خصوصا در مجموع جوانان ایجادکار، عالمان جوان و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق توجه خاصه دارند و تحت سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت تمام ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان امروز رشد و ترقی کرده ایستادند، از آن جمله ساحه علم. باعث سرفرازی کل عالمان جوان است که همه ساله پیشوای معظم ملت با عالمان جوان واخوری می‌نماید و در این واخوری‌ها باز هم چندین نفر عالمان موفق را با مکافات و افتخارنامه و دیگر تحفه‌های خاطروی حکومت جمهوری سرفراز می‌نماید. امروز پیوسته در ملاقات‌هایشان پیشوای معظم ملت بهر علم و معارف سخن‌های نیک می‌گوید و همین هم هست که امروز در عرصه بین‌المللی علم تاجیک را می‌شناسند و همه ساله هفته 3 و 4 ماه اپریل همه ساله همچون روز هفته علم تاجیک تصمیم گرفتند که تجلیل کرده می شود. در تمام مؤسسات تحصیلات عالی ابتدایی و میانه مخصوص این روز تجلیل کرده می شود و طول یک هفته تمام عالمان ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان با معروضه ها امروز برآمد می نماید و البته باعث سرفرازی و خرسندی است که پیشوای معظم ملت عالمان را همچون ذخیره طلایی دولت اعتراف نمودند و با عالمان بسیار اعتمادی کامل دارند و پیوسته تاکید می‌نمایم که علم نه اینکه برای یک دولت بلکه باید برای بشریت خدمت رساند و امروز ما می‌بینیم که از اون کتاب‌های درسی، مونوگرافیا‌ها، دستورهای علمی، مقاله‌ها، دیسرتاسیا‌ها و دیگر انتشارات عالمان تاجیک نه اینکه در داخل بلکه در عرصه بین‌المللی امروز عملی گردیده ایستادند. اون نظریه، اون تحقیقات‌ها، اون نوآوری‌های علمی که امروز عالمان تاجیک وارد کردند تمام بشریت از آنها استفاده میبرند. باید قید نمود که اعلان گردیدن سال 2017 همچون سال جوانان پدیده بی‌نظیر و ناتکرار در حیات هر یک جوان سعادتمند کشور بود. همچنین در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته کار با جوانان و ورزش، شورای ملی کار با جوانان تأسیس داده شده است که نمونه عالی اعتماد سرور دولت به جوانان بوده. از سیاست جوانپرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درک می‌دهد. اقدام مذکور بار دیگر ثابت می‌سازد که پرزیدنت کشور در تحکیم بنیاد سیاست دولتداری و اعمار جامعه دموکراتیک و حقوق بنیاد سیاست دولتی جوانان را یکی از سمت‌های هدفناک حکومت مملکت ارزیابی نموده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در هر یک برآمدهای خود پیوسته به جوانان تکیه می‌کند. حکومت جمهوری تاجیکستان با بخصوص به قشر جوان مملکت یک باوری و اعتماد خاصه دارد. جوانان نیز در برابر اینقدر زحمت‌های پیشوای معظم ملت در خاطر اینقدر باوری‌هایی که پیشوای معظم ملت به قشر جوان دارد پیوسته تلاش می‌نمایند که پرچمبردار همین کشور عزیزمان باشند. باور بر آن داریم که جوانان سعادتمند ولایت ختلان تشبس‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده برای آبادی وطن سهم خود را گذاشته باشند.
خدمت در صف قواهای مسلح نشانه برجسته دلیری، جوانمردی، خودآگاهی و وطندوستی و سرسپردگی در حفظ مرز و بوم اجدادی محسوب می‌یابد. از این رو هر یک جوان با ننگ و ناموس خدمت در صف قواهای مسلح را وظیفه فرزندی، شهروندی و کنستیتوسیونی خود می‌داند. ما افتخار داریم که امروز جوانان دلیر و غیور ما، یعنی نسل زمان استقلال، در صف قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق صادقانه خدمت کرده، فرض فرزندی و وظیفه شهروندی خویش را سربلندانه اجرا می‌کنند. مسئولیت حمایت مرز و بوم کشور و حفظ امنیت دولت و ملت را به دوش دارند. وطن، ملت، زبان و فرهنگ ملی خویش را صمیمانه دوست می‌دارند و برای پایداری این ارزش‌های جاودانی سعی و تلاش می‌کنند. جوانان ما حالا در همه ساحه و بخش‌های حیات دولت و جامعه فعالانه اشتراک می‌کنند. در بزرگترین ساختمان‌های مملکت و به خاطر آبادی وطن سهمی بسیار ارزشمند می‌گذارند. واقعاً راهبر دولت جوانان کشور را قشر فعالترین جامعه و ادامه دهنده کار و پیکار نسل کلانسال نامیده اظهار داشتند که جوانان وطندوست من بعد نیز با علم و دانش‌های زمانوی، کسب هنرهای معاصر و سعی و تلاش نوجوانه خود برای رشد علم و اینواسیا و باز هم تحکیم بخشیدن نفوذ کشورمان در عرصه بین المللی سهمی ارزشمند می‌گذارند. خدمت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروند جوان نه تنها یک وظیفه کنستیتوسیونی، بلکه شرف بزرگ و مکتب مردانگی و شجاعت می باشد. قواهای مسلح همچون نهاد اساسی حمایه امنیت دولت جایگاه مخصوص را در تربیت شخصیت‌های کشور قوی اراده با انتظام و وطندوست اشغال می نماید. با سیاست خیرتمندانه و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دوام 10 سال اخیر سطح و صفت زندگی سربازان و افسران، انفراساختار و بعضی مادی تکنیکی قسم‌های نظامی با طور نظرس بهتر شده است. مرکز آموزشی مجهز، مشقگاه‌ها، کتابخانه‌های حربی و تالارهای ورزشی امکانیت می‌دهد که جوانان در محیط سالم و تربیوی رشد نمایند. امروز جوانان نه تنها در ارتش بلکه در دیگر ساختارهای دولتی، مقامات حفظ حقوق، امنیت، علم، تکنولوژی، اقتصاد و فرهنگ نیز سهم نظررس دارند. شرایط مساعد فراهم آورده دولت و حکومت برای خدمت حربی امکان می‌دهد که سربازان در وقت‌های فارغ از مشق و تمرین و لحظه‌های تفریح و خوشحالی مشغول شده سطح معنویات خود را بلند می‌بردارند. جوانان در صف قواهای مسلح همچون اساسی ترین نیروی حرکت دهنده ارتش ملی فعالیت می‌کنند. سال تا سال شماره داوطلبانی که به خواهش خود برای ادای خدمت حربی وارد صف قواهای مسلح کشور میشوند رو به افزایش دارد. این روند از بالاروی سطح حس مسئولیت شناسی و وطندوستی نسل جوان درک میدهد. در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جوانان تنها ادای وظیفه حربی را اجرا نمی کنند، بلکه به آموختن تکنیک‌های زمانوی جنگی، اشتراک در مشق‌های حربی سطح ملی و بین المللی، تکمیل دادن دانش‌های حربی و رعایت انتظام عالی خدمتی به یک نیروی کسبی و آماده تبدیل می‌یابند. این همه نشان می‌دهد که خدمت در ارتش ملی نه تنها یک وظیفه بلکه یک مکتب تربیوی و کمالات اخلاقی و وطندوستی می باشد. ریاست کابوجان بخش ولایت ختلون در دایره دستور سپارش‌های رئیس ولایت ختلون محترم دولت‌های سعید امروز کاروان دیدار در بین گارنیزون ختلون و گارنیزون سورد و بدخشان و نایتاب مرکز برگزار نمود که اولین شده این اقدام را خودی ریاست کابوجان بخش ولایت ختلون به راه اندازی نموده است. در دایره این کاروان دیدار مادران سربازانی که در این گارنیزون ختلون و گارنیزون
бадахшону сурх адои хизмати ҳақ менамуданд, аз шаҳр нои вилояти хатлон моддарон ҷамъ омаданд бо дастгирии худи раиси вилояти хатлон муҳтарам давлатаи саид ба қисмҳои низомие ки фарзандонашон дар он қисмҳои низомӣ адои хизмати ҳақ менамояд, аз шарту шароит шиносоӣ пайдо намуданд ва ин гуна чорабиниҳои ватандӯстона метавонад ҳуввияти миллии сарбоз ва ҷавонро боз ҳам бедор намояд. با در نظر داشتی آنکه صف‌های قواهای مسلح کشور اساساً از جوانان عبارت است، تربیت وطن‌دوستی و تقویت حس ملی سربازان یکی از وظیفه‌های مهمترین هیئت افسری به حساب می‌رود. خوشبختانه جوانان ما با درک این نکته مهم کوشش می‌کنند که فعالانه در انجام دادن خدمت به وطن مادر تشبث بگیرند. امروز جوانان تاجیک در صف جزو تام‌های مختلف قواهای مسلح، نیروهای زمینی، هوایی، مرزبانی، قسم‌های ضد تروریستی و دیگر ساختارهای حربی خدمت می‌کنند. آنها با جسارت و فداکاری، دانش و مسئولیت حصه ارزنده خود را در حمایت استقلالیت ملی و صلح و ثبات جامعه می‌گذارند. در مجموع سهم جوانان در قواهای مسلح مملکت در پایداری دولت، امنیت ملت و در حفظ ارزش‌های والای صاحب استقلالی کشور است. آنها همچون آینده سازان ملت با درک مسئولیت و محبت به وطن، رسالت مقدس خود را با سر بلند و اخلاص کامل انجام می‌دهند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دائما ضمن سخنرانی‌های خود تاکید می‌نمایند که جوانان امروزه باید همقدم زمان باشند و به مطالعه کتاب مشغول شوند، چون که آینده ملت در دست جوانان است. آزمون‌های جمهوری واقعاً امکان داد که ده‌ها نفر جوانان و کارمندان کسب و کار گوناگون با مطالعه اثرهای شاعران و نویسندگان جهانی جهان معنوی خود را غنی گردانند. سال 2024 با امر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مبلغ‌های پولی آزمون‌های جمهوری یک برابر زیاد گردانده شد و این برای باز هم شوقمند گرداندن نسل جوان کشور مساعدت میکند و روز تا روز جوانان ما به این غمخوری‌های دولت توجه ظاهر نموده ایستادند و از جوانان امید از آن داریم که آنها در آینده در آزمون‌های جمهوری شرکت می‌ورزند و مهارت خود را انعکاس می‌دهند و در آینده متخصص خوب میشن برای ملت و دولت خویش. امروزها در ولایت ختلان بهر دستگیری و هوازمندگردانی ادیبان جوان ولایت ختلان محفل‌ها و آزمون‌ها گذرانده می‌شود. مخصوصاً محفل ادیبان جوان نزد شعبه اتفاق نویسندگان ولایت ختلان که به واسطه بگذراندن محفل‌ها هر هفته برای دستگیری و باز هم آماده نمودن جوانان و ایجادکنان سهم ارزنده خود را می‌گذارد. در این راستا در نزد ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلان محفل ادیبان جوان فعالیت می‌نماید که در آن همه آن ادیبانی که با ایجاد سر کار دارند جمع آورده شده و هر هفته در وقت برگزاری آن همان محفل‌ها، شعرها و یا اینکه حکایه‌های نوشته آنها تحریر کرده می‌شود و با آنها مصلحت‌های سودمند بهر باز هم بلند برداشتن مهارت ایجادی آنها داده می‌شود. در این راستا شعرهای خوب و حکایه‌های بهترین ادیبان جوان ولایت ختلان تحریر گردیده در یک جایگاه تحریر گردیده بر روزنامه و مجله‌های ولایتی و جمهوری برای نشر پیشنهاد می‌گردد که این می‌تواند برای باز هم روحیه بخشیدن به ادیبان جوان و آنهایی که قدم‌های نخستین خود را در جهت ایجاد می‌گذارند زمینه خوبه و الهام نو به وجود آورند و ما باور داریم که این گونه محفل‌ها دوام می‌یابد و در آینده کتاب دسته‌جمعی ادیبان ولایت ختلان بخشیده به جشن‌های ملی و دولتی و اینکه عید جوانان نشر می‌گردد و با تمام آن ساکنان ولایت ختلان پیشنهاد می‌گردد. توجه و دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت
به این ساحه‌های حیاتاً مهم جامعه همزمان برگزار و راه‌اندازی نمودن آزمون‌های جمهوری بهر رسیدن به هدف‌های بالذکر از جمله ترغیب به علم و دانش، کسب و هنرآموزی و تاریخ و فرهنگ ملی رو آوردن نورسان و جوانان، اینچنین فراهمسازی شرایط‌های دریافت و رشد استعدادهای نو و به طور شایسته هوسمندگردانی غالبان، آموزگاران و والدین آنها میباشد. بهر از خود نمودن علم‌های زمان از روی رویه‌ها و همچنین از روی سمت‌ها طول چند سال است که آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت برگزار گردیده ایستاده است. آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از روی ژانرهای نوازندگی، سرایندگی و رسمکشی میتوانند جوانان کشور با استعدادهای بلند نوازندگی و سرایندگی خود را معرفی نمایند و در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است که بهر آموختن علم‌های زمان و از بر نمودن اشعار ادیبان ادبیات بچگانه، کلاسیک، معاصر و ادبیات جهان روی کار آمده است. میتوانند جوانان کشور با دانش و مهارت سخنوری خود در آزمون غالب آیند. آزمون علم فروغ معرفت بهر تطبیق سیاست دولتی در سمت آموزش علم‌های دقیق براه مانده شده است که جوانان میتوانند که با استعداد بلند آموزش عمیق علم‌های دقیق میتوانند دانش و مهارت خود را نشان دهند و سزاوار نام غالب آزمون اینچنین جایزه‌های پولی گردند و طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زیاد گردیدن مبلغ‌ها نیز این توجه به جوانان و اینچنین دستگیری جوانان از جهت مادی و مالیوی میباشد. برگزاری آزمون‌های مذکور چاره‌بینی و اقدام بزرگ معرفتی و فرهنگی بوده در شناخت و خودآگاهی ملی و افتخار صاحب استقلالی و وطنداری شهروندان مخصوصاً نورسان و جوانان نقش مهم داشته در سطح جمهوری در فضای تنتنه چاره‌بینی‌های معنوی و معرفتی تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. همکاری دیگر پیشروی معظم ملت که از سال 2020 شروع کرده سال‌های 2020 تا 2040 سال‌های رشد فن‌های دقیق، طبیعی و ریاضی اعلام کردند و در این ساحه نیز یک جایزه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان هم نیز عملی گردیده است. این هم باشد بیشتر جلب نمودن جوانان به انمی ساحه علم‌های دقیق، طبیعت شناسی و ریاضی، چون که ما می‌دونیم فعال‌های دقیق و طبیعت شناسی این شاه علم‌ها و البته هر یک نفر که اینها رو از خود نماید دیگر علم‌ها برای آموختنش آسان‌تر میشه. امروز برنامه‌های دولتی حکومت جمهوری تاجیکستان درباره زبان آموزی خصوصا زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان عملی گردیده ایستاده است. یعنی همه اون هدف‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان امروز پیاده گردانیده ایستاده است تنها یک مقصد دارند، یک مرام دارند، این هم باشد پیشبرد علم تاجیک، ترقی دادن جوانان، اشغال کردن موقع مخصوص اونها در عرصه بین المللی کدام ساحه‌ای که نباشد. امروز شما ببینید که ساحه ورزش جمهوری تاجیکستان چقدر رشد کرده ایستاده است. امروز الکی ما در جمهوری تاجیکستان مسابقه‌های سطح بین المللی رو میگذرونیم، یعنی که میزبان چون یک مسابقه‌های سطح بین المللی هستیم. امروز در جمهوری تاجیکستان کنفرانس‌های سطح بین المللی برگزار کرده میشه که در اون تمام عالمان، محققان و شخصیت‌های با نفوذ دیگر دولت‌ها جلب کرده میشوند. اون مسئله مطرح کرده میشه. امروز تاجیکستان همچنین یک دولت تشابه‌کار در سطح آب و اقلیم فعالیت کرده ایستاده است که به واسطه توجه پیشوای ملت و زحمت و تلاش‌های عالمان خصوصا عالمان جوان دوران استقلالیت است. همچون غالب دور جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمینه ادبیات معاصر و همه آن جوانانی که ما رو تماشا میکنند و طریق کانال نیلگون میبینند گفتنی هستم که در کارهای روزمره خود اولین درجه به انا همین گذشت وقت و تقسیم وقت دقت اولین درجه دیان، زیرا که بزرگترین چیزی که انسانیت، ثروتی که انسانیت دارد وقت به حساب میاد. زیرا میگه که قدر وقتی رفته را بر زر بباید برکشید، لیک در دنیا زر خالصتر از وقت نیست و در دنیا 4 گروه انسان ها وجود دارد. گروه یکم هستند آنهایی که امروز قید حیات هستند و گروه دیگر انسان ها آنها را میشناسند. گروه دوم هستند و نیستند، آنهایی که هستند و جز دایره محدود آنها را کسی نمیشناسد و گروه سوم باشد نیستند و نیستند و گروه چهارم باشد نیستند و هستند و اینها شاعران، نویسندگان و اینکه عالمان بزرگ داخل میشد که در دوران خود در پیشرفت علم، ادبیات، فرهنگ، صنعت خدمت‌های بی‌مثل و مانند انجام دادند و باید ما کوشش نماییم که از آن همان گروه‌های باشیم که باشیم و باشیم، نباشیم و باشیم.
татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳиб истиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа ва ояндаи миллату давлат мебошанд. иштироки шогирдон дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, яъне ки моро водор месозад ин озмунҳо, то ки мо шогирдони боз ҳам болаёқату донишмандро тарбия намоем. ва хусусан дар зиндагии ман, яъне ки озмуни ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ на танҳо шуури омӯзгорӣ ва шуури педагогию касбии моро баланд бардошт, ҳатто дар иқтисодиёти оилавии ман низ мусоидат намуд, ки бевосита ҳангоми гӯем ба чунин ҷоиза мушарраф гаштани омӯзгори ҷавон, ки аз ҷумла умеду орзуи худи ман як тан омӯзгори ҷавон аз он иборат буд, ки як маротиба пешвои муаззами миллатро аз наздик бубинам. ва ин озмун барои ман роҳи ба орзуҳоям расиданро кушод, ки ман тавонистам, ки яъне ки аз дасти пешвои муаззами миллат ҷоизаи, яъне ки дипломе, ки яъне ки ҷоизаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ мебошад, бевосита аз дасти пешвои муаззами миллат, яъне ки ба ман мушарраф гашт. ва ҳатто яъне ки 20,000 сомони дигар, ки барои иқтисодиёти, яъне ки зиндагии ман, яъне ки барои пешбурди оилаи ман низ ин як гӯем ҳавасмандгардонӣ аз ҷониби ҳукумату давлат ба ҳисоб меравад. дар вилояти Хатлон амалӣ гардидани барномаҳои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар вилояти Хатлон барои солҳои 2022-2026 ва барномаи рушди футбол дар вилояти Хатлон барои солҳои 2022-2026 заминаи мусоид фароҳам овард, ки варзишгарони вилояти Хатлон соли равон дар 44 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ иштирок намоянд. варзишгарони вилояти Хатлон тавонистанд то соли 2025 3665 медал ба даст оранд, ки нисбат ба соли 2022 439 адад зиёд аст. шумораи толорҳои варзишӣ 583 адад, варзишгоҳҳо 40 адад, майдончаҳои варзишӣ 3218 адад, ҳавзҳои шиноварӣ 40 адад ва маҷмӯъаҳои варзишӣ 11 адад мебошанд. шумораи умумии иншоотҳои варзишӣ дар вилояти Хатлон 4133 ададро ташкил медиҳанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 74 адад зиёд аст. раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон дар заминаи татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва амалӣ намудани барномаҳои соҳавӣ, яъне барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ барои солҳои 2022-2026 ва барномаи рушди футбол барои солҳои 2022-2026, ки бевосита бо қарори дахлдори раиси вилояти Хатлон қабул гардидааст, дар ин давра як қатор корҳои назаррасро ба сомон расонид. маврид ба зикр аст, ки имрӯзҳо дар ҳудуди вилояти Хатлон 40 мактаби варзишӣ фаъолият менамоянд ва дар заминаи ин мактабҳои варзишӣ зиёда аз 18000 дастпарвар ҳаст. албатта дастпарварони муассисаҳои давлатӣ мактаби варзиширо зиёда аз 683 мураббӣ ҳамарӯза тамрин медиҳанд. албатта мо умедворем, ки варзишгарони вилоят дар оянда низ бо истифода аз инфрасохтори варзиш ва шароиту имкониятҳои фароҳамовардаи давлату ҳукумат пайваста дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда шарафи вилояту ҷумҳуриро боло мебардорам. ман Маҳмадҷонов Абдулло, ман тӯли 8 сол аст, ки дар футбол машқ мекунам. ман нозугии футболро аз Шарифзода Умедҷон ёд гирифтам ва ман дар дастаи бохтарсидии шаҳри Бохтар худнамоӣ мекунам. ва мо дар дастаи бохтарсидӣ бисёр ҷоизаҳо ва бисёр дастовардҳо дорем ва мо соли 2024 дар чемпионати пешсаф дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои якумро ишғол кардем. ман ҳамчун ҷавон ифтихор мекунам, ки дар дастаи берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон клуби Реал Овьедои Испания ҳунарнамоӣ мекунам ва ман ба ҳамсолони худам тавсия медиҳам, ки аз беҳудагардӣ оянд ба машқу тамрин машғул шаванд.
من زطلای ثابت طول 4 سال شد که در زل کیک باکسینگ مشق تمرین میکنم. سال گذشته در مسابقه جمهوری تاجیکستان جای اول را اشغال نمودم و من به جوانان توصیه میدهم که از بیکار گشتن به مشق تمرین مشغول شوم. کوشش میکنم که در آینده پرچم‌دار تاجیکستان شوم. واقعا ساحه ورزش همچون سمت افضلیتناک سیاست اجتماعی حکومت کشور طی سالهای صاحب استقلالی رشدی بی‌میلان نموده با مقصد تامین عمومیت ورزش، تحکیم طرز حیات سالم و مساعدت به آماده‌کنی ورزشکاران کسبی تاجیک پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. باعث افتخار و شرفمندی است که طی سالهای اخیر تاجیکستان عزیز میزبان مسابقه‌های پرشکوه ورزشی گردیده ایستاده است که بار اول در تاریخ جودوی تاجیک جودوکار مدینه قربانزاده توانست از مسابقه گرند اسلم دوشنبه 2025 سزاوار مدال گردد. این حسیات شوق و هوس من از آینه نیلگون با همراه پدرم در خانه نشسته مسابقه‌های بین‌المللی تماشا می‌کردیم و در آنجا می‌دیدم که بانوان زیاد کشتی می‌گرفتند و از این دیدم من هم شوق و هوس کردم و پدرم گفتم من می‌توانم در چنین مسابقه‌ها اشتراک کنم. گفت که اگر که تو خواهی همه چیز می‌شود، همه این از خودت وابسته است. اولین مسابقه‌های من این از گشتن نوروزی میباشد که گشتن ملی اجدادی ما که از سال‌های قدیم تا حال مونده است. من در چنین گشتن‌های ملی اشتراک می‌کردم تا تمام ناحیه‌ها دوردست می‌شد. با همراه پدرم در این مسابقه‌ها گشتن‌های ملی اشتراک می‌کردیم. با همراه پسران قریب 5-6 پسر بچه را مغلوب می‌کردم. در نکم 5-6 تا 10 تا پسر بچه را شکست می‌دادم. همیشه با پسران تمرین می‌کردم و با پسران گشتن می‌گرفتم چون که دختران نبودند و همینطور آهسته آهسته از دهه به شهر اومدم. در مسابقه‌های شهر با همراه پسران اشتراک گشتن می‌گرفتم. قریب تا 4 سال 5 سال من با پسران گشتن گرفتم. در این شهرم در بعضی مسابقه‌ها وای میدادم و دل شکسته میشدم، ولی باز میگفتم که تمرین را زیاد کنم در دیگرش جای خود میگیرم. آهسته آهسته همین خیلی شد که در همه مسابقه‌ها قریب 2-3 سال اخیرش در همه مسابقه‌ها جای خود را سازگار گشتم. من اولا مینداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسونم که با تشبث آنها در دولت ما مسابقه‌های گرند پری طول 2-3 سال میشه گرند پری گرند اسلم برگزار گشته ایستاده است و شکر آبادی ایدیارمون میکنیم که چنین در دولت آباد زندگی میکنیم و من خود باشد قریب 2-3 سال میشود که من حال و نورس هستم. باید که با نورسان گوش میدم، ولی در این 2 سال اخیر باشد من با نورسان نگاه نکرده با کلانسال‌ها گوشتین گرفته ایستادم و آخرین گوشتین من این در گرند اسلم دوشنبه بود که 2 تا 4 ماه گذشت. در اینجا در وزن 52 کیلوگرم تاجیکستان رو معرفی نمودم و سزاوار مدال برنجی گشتم و هدف من میخواستم که با مدال طلا یعنی که به فینال راه یابم، ولی این انتساب تجربه هست چون که من حالا نوروز هستم. من دل شکسته نیستم، باز کوشش میکنم، مشق‌های خود را زیاد میکنم، مهنت را زیاد میکنم تا سالهای آینده باز مسابقه‌های زیاد هستن به فینال خدا خواهد باز به فینال برمیگردم. وقتی که در ثانیه‌های اخیر که با حریفم گشتن ایستاده بودم وقت تموم میشد من اون رو در حالت اتیکومی در زمین نگاه داشتم و وقتی اتیکومی نگاه داشتم اونجا از چشم من ریخت چون که من نمیتونم اون احساسات رو به شما بگویم، این غیر امکان است و اون رو تنها خودم میفهمم. و وقتی که این مدال رو به دست آوردم من به خود گفتم که من اولین بانوی شدم که در اینجا مدال برنجی رو به دست آوردم، چون که در بین کلانسال‌ها این غیر امکان است که مدال گرفتن در چنین مسابقه‌های بین‌المللی و بعدا پدرم نیز همیشه میخواستم مرا در چنین مسابقه‌ها با مدال بینم و اینم نیز آرزوی پدرم عملی شد و من از شادی زیاد رفته پدر خود را آغوش کردم. واقعا استقلالیت کشور برای رشد ساحه ورزش شرایط فراهم ساخت که جوانان و ورزشگران کشور با اشتراک خویش در مسابقه‌های جهانی و بین‌المللی ملت و دولت را بین دیگر خلقیت‌های جهان معرفی نمایند.
سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت کشور خصوصا جهد و تلاش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امکان فراهم آورد که ساحه ورزش در کشور از زمان به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری ترکستان زمینه‌های اولین خود را از تأسیس و برقرار نمودن مکتب‌های ورزشی، برگزار نمودن چاره‌بینی‌های عمومی ورزشی، سالمگردانی و اشتراک ورزشکاران در مسابقه‌های بین‌المللی از سر نو آغاز نمودند. ورزشکاران جمهوری تاجیکستان در سال سپری گشته توانستند که در بازی‌های المپی یعنی اشتراکی سزاوار نموده سزاوار جایگاه نمایان گردند. از جمله از رشته جودو ورزشکاری معروف تاجیک سامان محمدبеков همزمان تیمور رحیمов از رشته گوشتنی جودو و давлат болтоев از رشته بوکس توانستند که در بازی‌های المپی شرکت ورزیده سزاوار جایگاه یعنی медали биринҷӣ гарданд ва ин як дастоварди нодир барои халқу миллат аст ва тавонистанд ки ба хазинаи варзиши ҷумҳурӣ 3 медали биринҷиро ворид намоянд. ҳамзамон дар партави сиёсати варзишпарваронаву ҷавонпарваронаи пешвои муаззами миллат дастгирии бевоситаи ҳукумату давлат варзишгарони шаҳри бухта низ дар ин радиф ба як қатор дастоварду яъне натиҷаҳо ноил гардиданд. ҷавонону умуман насли наврас умуман тамоми қишри ҷомеа ифтихорманд ва сарфароз аз он бошанд ки дар паҳлӯ ва дар давраи яъне роҳбарии пешвои муаззами миллат абармарди дунёи сиёсат яъне фарзону фарзанди миллат пешвои муаззами миллат яъне зиндагию кору фаъолият доранд. مجموعاً ساحه ورزش تاجیک در دوام سالهای صاحب استقلالی به طور بی‌سابقه رشد یافت که تاریخ ملت نظیرش را یاد ندارد، چون که ساحه تربیت جسمانی و ورزش هم در برابر دیگر ساحه‌ها یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی حکومت کشور به حساب می‌رفت. محض در دوران صاحب استقلالی به خاطر تامین عمومیت ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت با آماده‌کنی ورزشکاران کسبی تاجیک زمینه مساعده به امثال فراهم آورد. امروزها شکرگزاری از آن می‌کنیم که در دولت تنج آباد ما تاجیکستان عزیز ما در دولت صاحب استقلال ساحه ورزش خیلی هم بلند رشد کرده است. امروزها ما ورزشکاران می‌توانیم در دل شهر و ناحیه‌ها رفتن مشق و تمرین خودمون را دوام دهیم و با مسابقه‌های جمهوری و بیرون از جمهوری در عرصه بین‌المللی شرف وطن عزیزمون و بیرق تاجیکستان را در جای اول بلند برداریم. در دوران صاحب استقلالی ما با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و با دستگیری محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی مسابقه‌های بین‌المللی که در جمهوری تاجیکستان برگزار گشته ایستاده است سال تا سال پیشرفت ورزش ما رو معرفی میکند در عرصه بین‌المللی. ما ورزشکاران تمرین‌های خودمون رو در دل و شهر و ناحیه‌ها این شبانه روز میتوانیم رفته دوام دهیم و در مسابقه‌های بین‌المللی که بیرون از جمهوری برگزار میگردد رفته اشتراک کرده پرچم ارزی خودمون رو بلند برداریم. تشبث تاریخی پیشوای معظم ملت این است که گوشتنی ملی گوشتنگیری مقامی بین‌المللی گرفت. سال گذشته در شهر دوشنبه مسابقه چمپیونات جهانی گوشتنی ملی گوشتنگیری که برگزار گردید در آن با تشبث پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در آنجا اشتراک داشتند. واقعاً دستگیری‌های روزافزون رهبریت سطح عالی کشور و توجه حکومت جمهوری نسبت به ساحه ورزش شرایط فراهم نمود که سالهای آخر یک قطار اقدام‌ها برای رشد ساحه راه اندازی گردد. همین است که امروزها ورزشکاران کشور در مسابقات سطح بین‌المللی پرچم کشور را بلند برداشته دستاوردهای شایسته را صاحب شده ایستادند. در آخرین مسابقه سطح جهانی 33مین بازی‌های تابستانه المپی پاریژ 2024 ورزشکاران مملکت شرکت فعالانه نموده 3 نفر آنها از رشته‌های جودو و بوکس مدال‌های برنجی را به دست آوردند. امید است که در آینده ساحه ورزش در کشور رشد بیشتر نموده جوانان ورزشکار با دستاوردهای ارزنده نام کشور را در عرصه جهان معرفی خواهند کرد. بعد تامین نمودن ورزشکاران کشور با کامپلکس و انشاءات معاصر زمانوی حکومت کشور در این ساحه دقت جدی را بهر در مسابقه‌های بین‌المللی معرفی نمودن ملت و دولت روانه ساخته است.
میکنم.